امروز رجبов تازه قهرمان سامبوی آسیا پیراهن سفید به بر کرده است. عمر بازاروف ازبکستان مبارزه برای به دست آوردن جایزه وزن تا 80 کیلو تازه قهرمان سامبوی آسیا رجبов امروز بر مقابل عمر بازاروف ازبکستان. امروز رجبов تکر میدهد دست چپ رقیب را و عمر باشد بازاروف حالا سمت دیگر است. اناکنون رجبов امروز رجبов همرازی دیگران را دارد، یعنی مربیان است که همراز با همراز رجبов. اوه در اینجا پهلوان ازبک عمر خواست که درخشد. حالا دستو هر دو پهلوان خوب هستند. عمر هم قوی گوشتین میگیرد. امروز رجبов زمین می افتد. برای چی زمین می افتد؟ شاید در چنگال عمر بازاروف با این حال افتیده است. آگاهی اول برای همراز رجبов. برای عمر هم صدا می شود که برای همراز رجبов صدا می شود که گوشتین گیرد. برای عمر هم صدا می کند. سر کتف امروز رجبов آستین دوباره است. پهلوانی ازبک عمر هم شتاب دارد بر مقابل رقیبش. اکنون اینجا امروز رجبов عمر هر دو یک پهلو گوشتین میگیرند. عمر بازاروف نماینده ازبکستان امروز رجبов در کلوب ورزشی لانگلیفت مشق ورزی میکند در ولایت سوخت. اوه اینجا حرکت اگر میکرد امروز رجبов شاید به مقصد نزدیک میشد. به مقصد نزدیک شدن امروز رجبов از احتمال دور نبود. فقط کارو در زمین سرعتناکیش رو کمتر کرد. عمر بازاروف برای همراز رجبов کامرانشو هم مصلحت میدهد. اینجا برابری قوه ها است. هر دو اگر از روی روش این گوشتین گیریم هر دو برابر میستند. امروز رجبов آستین میگیرد و میخواهد که از آستین گرفته سر کتف نماید. ببینید مخلصان در همین به وقتی کسی از جای نمی جنبد. انا این است مقامی بلند گوشتنی ملی میان مردم جای گرفتن، یعنی محبت این سنت مردم تاجیک در قلب خلق تاجیک لانا کرده است. انا این است رمود روش یا نمود ورزشی که میان مردم محبوبیت دارد. انا این رو میگویند که نمود ملی تاجیکی گوشتنگری. بازاروف
اوه کمی خطرناک بود برای امروز رجبов. امروز رجبов در وزن تا 80 کیلو حالا نبرد رو ادامه میدهد. در وزن تا 90 کیلو باشد باز کامران شاه با جهانگیر مجیدов آمادگی میبینند. امروز دست رو دور میبرد، دست راست رو دور میبرد و میفهمد که اگر دست رو دهد امکانات رو از دست دادن است. عمر بازاروف پهلوان ازبک هر دو سر به سر بشوند. حدود کمتر از 1 دقیقه نبرد میکند. اوه امروز رجبов این بار دوم است که زمین میافتد. رقابت رو من میکنن لحظه برای گوشتی نگرفتن امروز رجبов رو تنبیه میدهند. بله اوه یک فضای بلند پهلوی بود. اوه عمر بازارov پهلوان ازبک. امروز رجبov باید حرکت کند، کمر دارد، حالا اکنون کمر میدارند دوباره. در این وضع بسیار هم مشکل. هر دو پهلوان بسیار حالت ناگوار است برای این دو پهلوان. ببینید کمتر از 30 ثانیه دیگر مبارزه است. امروز رجبov را لازم است که دیگر اوه متاسفانه ما باختیم. متاسفانه به تخت پشت افتادیم. عمر بازارov نماینده ازبکستان در وزن تا 80 کیلو جایزه را به دست آورد. 80 کیلوگرم غریب این وزن نماینده جمهوری ازبکستان عمر بازارov خوب درخشید، باور کنید. دوستانی گرامی، همین نماینده جمهوری همسایه و هم دوست غالب آمد امید یک جایه و انتشارش 1% میده. دوستانی گرامی، آخرین فینالی وزن 90 کیلوگرم جهانگیر مجیدov کامرانشاه اسلامیان Sovětské brigády v sestavě arbitr na kauře Ruské republiky Uzbekistan, судья международной категории